اینجا تهران سال 1440، اما بین این ساختمون ها خونه جمشید با بقیه فرق داره. بریم خودتون ببینید. بخورید تا خوب چاخشین، خدا رو شکر کنید. جمشید هنوزم در دنیای قدیم زندگی میکنه. چایای قدیم اینا آب زیپوه، همش مزخرفه. یه فیلم قدیمی از پرویز پرستویی نشون بدیم بابا. جمشید تصمیم میگیره بره شمال، ولی اول باید خرید کنه و ماشینش رو بده سرویس. این چه وضع رانندگیه؟ برو کنار آشغال. جمشید با تکنولوژی مشکل داره. چهره شناسایی نشد. جمع کن کاسه گوزتو. بابا من جمشیدم دیگه. این چی میگه؟ منو نمیشناسه؟ بگو از اون تو بیاد بیرون تا حالیش کنم. گمشیر آشغالا، دیگه هیچی از این نمیخوام. بریم لخشو بدیم سرویس، بعدم موتل خوب. هوش مصنوعی اضافه شد. من دستیار هوش مصنوعی شما هستم. چطور میتونم کمکتون کنم؟ چی شد؟ تو دیگه کدوم خری هستی؟ اون توپ چیخرار میکنی؟ گل سرخی روی موهات نشوندی. خطر ریزش کوه. بی خیال بابا، چه گرفتاری شدیم. ترمز فعال شد. یا خدا، خودت به دادم برس. دمت گرم بابا، خیلی باحالی. چاکری. بعد از این اتفاق جمشید دیگه به تکنولوژی اعتماد میکنه. خدایا این حالو از ما نگیر. شکرت.